اینجا تا پشت بند میتونیم بریم. بله اینجا امارت مشیرالملک هست که در زمان ناصرالدین شاه قاجار حاکم اصفهان بودن، امارت شاهی بود. اینجا بهش میگن شاهنشین. نه اونجا نمیتونی فقط حاکم میتونسته. این چه باید باطن بیاد رو مدن میره باطن هست حاکم این امارت از سال 97 دستگاه بازه میشه 14 سال زمان بود یک مهندر بازسازی میشه در یه زمانی هم سفارت پروس روسیه بوده اتریش که نگارا بهش اضافه شده در همزمان قاجار